بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام احترام آرزو دارم همگی جور و صحتمند باشین. تشکر از تشریف آوریتان. یک سلام بر خواهرای عزیز ما که در صف پایین هستند و همچنان بر شما بیننده های عزیز و گرانقدر، هموطنای عزیز و نازنین. امروز 11 قوس 1401 هجری شمسی است و در مورد یک موضوع بسیار مهم صحبت داریم که اون موضوع کمبود توجه و تمرکز و بیشفالی است. مخصوصا این موضوع بر کسایی که درس میخوانند زیاد اهمیت داره، هرچند بر کل ما مهم است، ولی کسایی که درس میخوانند این صحبت حتما ببینن. ما حتما بخیر چند سمینار خواد داشتم به تعقیب از این در مورد تکنیک های حافظه و روش های مطالعه. کل از اینا را اگه یک جایی شما ببینین معلوم دار است که یادگیری شما بسیار خوبتر میشه.